همیشگی و گرامی. چطورین؟ خوبین؟ اگه من صدام یه جوریه به خاطر اینه که مریض بودم، مریض هستم. همونطور که میدونین الان آلودگی هوا است دیگه و منم اینم میذارم بغل دستم که گلومینا گرفت بخورمش. حقیقتا میدونین که از همین آشورا به این ور با اینکه پنجره بستم ولی صدای ماشین میاد، لطفاً گوش ندید. آره از همین آشورا به این ور هوا آلوده شد دیگه. بعد منم به نسبت حساسم مثلا به آلودگی و اینا و اینطوری شد که من دوشنبه که از خواب بیدار شدم، چرا نمیتونم حرف بزنم، تپش قلب گرفتم. آره دوشنبه که از خواب بیدار شدم گلوم درد میکرد و خب من all the time 365 روز سال حساسیت و اینا دارم. از موقع مثلا گلوم میسوزه و اینا. گفتم اونه و اوکیه و چون شب قبلشم سرکار یه مراسمی داشتیم، بعد من 3-4 ساعت تو هوای آزاد بودم و با یه حجم زیادی آدم. مثلا گفتم حالا به خاطر خستگیه، به خاطر حالا مثلا بوده که تو هوای آزاد و اینا بودم که آلوده‌ام بوده و حتما مثلا به این خاطره و مثلا اوکی میشم و اینا. دقیقا همون دوشنبه هم که صبحش بیدار شدم و گلوم درد میکرد، ظهرش طرفای 2 تا 6 بعد از ظهر دوباره رفتم تو شهر، تو سطح شهر راه رفتم یالم با دوستم و یعنی رسما بدتر شد. یه مقدار رسیده بودم خونه دیگه احساس میکردم گلوم داغه که مثلا حالا گفتم حتما مثلا آلودگیه و شیر خوردم و اینا. آخر شبشم چرا دارم اینقدر توضیح میدم فقط یه مریضی ساده رو؟ آقا من دوشنبه هیچیم نبود، یکم حالا آخر شبش آبریزش گرفتم. سه شنبه چهارشنبه است، سه شنبه که بیدار شدم احساس کردم مثلا یک کم حالم سنگین تره دیگه، آبریزش بینیم شدیدتر شده. ولی میگم واقعا من 365 روز سال داره از بینیم آب میاد. نمیدونم میتونم بگم یا نه یا بدتون میاد، ولی من all the time حساسیتم دیگه. رفتم سر کار و اونجا هم هی اوکی بودم دیگه. طرف ساعت 12 احساس کردم که نه دیگه نمیتونم بشینم، اصلا سرم اینا گرفته بود و اینا دیگه. اسنپ گرفتم اومدم خونه و ما خونمون آسانسور نداریم و طبقه 4 هستیم. یعنی آدرس خونمون لو دادم، یعنی اگه یه روز خونمون لو بره که آدرسش کجاست استاکرم میدونه که باید بیا طبقه 4. اوکی اصلا بیا طبقه 4 2 تا خونه هست، ما کدوم وریه ایم؟ حله. ایوا حتی گفتم که خونمون 2 تا واحدیه. آره آقا این بیام بالا 10 دقیقه طول کشید. حیوانی میستادم این اصلا نفسم نمیومد بالا. اومدم خونه نهار خوردم و خوابیدم. فرشاد اومد رفتیم دکتر و دکتر گفتش که آلودگی هوا بوده شدید شده و یکم همون چاشنی حساسیت تو یکم مریضی اومده. چون من سر کارم مهده بچه ها، من مهد میرم سر کار و بچه ها اولین کسانی هستن که تمام مریضی های جهان رو به خودشون جذب میکنن و منطقیه. و گفتش که به خاطر این سرم زدم، 5 تا آمپول تو سرم زد. بعد اومدم خونم باز حالم بد بود. خلاصه که الان به نسبت اون ضعفی که داشتم حالم عالیه. مثلا همین فقط یکم نفسم نمیاد بالا. صرفا در مورد مریضیم 7 دقیقه حرف زدم. کول، آفرین به تو. خلاصه که بگم بهتون که امروزم خونه موندم تا این هوا اوکی بشه. بچه هوا واقعا قهوه‌ایه، یعنی من الان جلوم پنجره است دارم میبینم واقعا هوا قهوه‌ایه. خدا رحم کنه بهمون. و دکترم گفتش که تو دیگه هر سری باید تو آلودگی‌ها ماسک بزنی چون حساسی به آلودگی.
همونطور که حساسیت آل تایمم، فکر کنم ماسک آل تایمم بشم، چون هوامون که تمیزه. حالا اصلا من خیلی وقت بود که میخواستم ویدیو بگیرم و من از چت جی پی تی بعضی موقع ها میپرسم که مثلا بهم بگو که یه ایده بده واسه ویدیو و اینا، و اون ایده داده بود که مثلا محتویات کیف تو نشون بده. بعد که دقیقا میا و کوروشم فکر کنم همون دوشنبه این ویدیو رو گذاشتن، اصلا اینجوری بودم که واقعا دیگه حتما باید بگیرم. به خدا این ایده رو از قبل داشتم ولی از رو اونا اسکی نمی کنم. البته اصلا اسکی بکنم چه اهمیتی داره، ولی بدونی که واقعا این ایده رو داشتم که از محتویات کیفم بخوام بیام ویدیو درست کنم. بر همین دیدم که و من متوجه شدم که ویدیوهایی که میشینم و توش صرفا حرف میزنم خیلی بیشتر از اون ویدیوهاییه که من یه هفته براش زحمت کشیدم، 500 تا ویدیو گرفتم، ادیتشونم دهنمو سرویس میکنم و اصلا خودم خیلی حس بهتری دارم به ویدیوهای مثلا حالا ولاگی و فیلم و این برام ورنم، ولی شما علاقه ندارین انگار. در همین الان خواستم دوباره یه ویدیو حرف زدنی امتحان بکنم، ولی خب من واقعا عاشق ولاگم، یعنی صبح تا شبم دارم فقط ولاگی نگاه میکنم، چنل‌های اینو اون و اینا. ولی خب دیگه چیکار کنم دیگه، من دنبال ویو هم دیگه ترجیح میدم که حالا این وسطا یه چیزام درست کنم که شما ببینین و یکم ویوم بره بالا. در نتیجه بریم برای اینکه ببینیم توی کیف من چیه. من اصلا فن توت بگ نبودم، چون من خیلی خرت و پرت دارم و بیشتر کوله استفاده میکردم. چقدر شبیه میا، جدی نه خدایی، من کوله all the time کوله استفاده میکردم. چه زمان دانشگاه اینایی هم که با کیف میومدن، با کیف دستی میومدن دانشگاه، هیچ وقت نمیفهمیدم. کیف دانشگاهم داشت منفجر میشد همیشه. بعدش هم که یه تایمی هم که مثلا میرم سر کار بازم کوله میبردم. دیدم که خب داداش تو که انقدر وسیله داری، توت بگ هم گزینه خوبیه. و یه توت بگ گنده واقعا. اینه چیز بود، این کیسه های برنجی بود که دوستان های افغان ما با خودشون هم میکنن، حتی بزرگتر از اون، یعنی چیزش انقدر این ورش بیشتر. روش هم نوشته بود گوجه ها. تو 500 تا از ویدیو هم هست، نیاز به توضیح نداره. اونو با خودم این ور میبردم. بعد اون چون وصله هم سنگین بود یه مقدار دسته هاش جون نداشت، خودش هم رسما فقط یه لا پارچه بود. بعد چون سفیدم بود لک شد. چرا انقدر دارم توضیح اضافه میدم؟ دوستان ببینید اون یکی توت بگم چی بوده که این توت بگ در مقابلش کوچیکه. میکنم اینجوری هم میکنم که ببینید روش نوشته تهران. بعد این یه همکاری پیاده و کتمپه. من خیلی کتمپ رو دوست دارم، خیلی خوشم میاد ازشون. بریم ببینیم که توی کیف من چیه. من میذارمش اینجا و هی دونه دونه در میارم. خوبیه این توت بگ اینه که یه جیب این شکلی اینجاش داره و این عالیه. مثلا برای کلید و ایرپاد و مثلا حالا چیزای ریز و خورده ریز اینا خیلی عالیه. فوکوس کن. ایرپادم یاور همیشه مومن. یه ظرف فلزی کوچیک برای مهر و تسبیح. این تو کلید هم هست که الان خب خونم قسما کلیدم روی جای کلیدی. جای عینکیم، عینک عزیزتر از جانم. دفتر این پلنر کاریمه، بیشتر پلنر کاریم، لوگوی سر کارم، برنامه های برنامه محتواییام و جدولام و اینا. این خیلی همیشه سر کار همراهمه. یه ویدیو من حدوداً بهمن پارسال گرفتم درباره ژورنال نوشتن، چون من تایمی دیوونه ژورنال نوشتن شدم. یه ویدیو هم گرفتم، حوصله نداشتم ادیتش کنم و پاکش کردم. اگه دلتون بخواد هم ژورنال نوشتن برای سر کارتون و مثلا برنامه‌ریزی سر کارتون، هم
مثلا ژورنال شخصی، چون ولی فعلا این ژورنال کاریمه. شاید درتون عجیب باشه ولی من تازگی‌ها همه چیم قرمزه. تازگی‌ها یکم با قرمز ابسس شدم. جامه دادیم. من عاشق این هایلایترای مال زبرا بود. یادم یکی گفت مال آره داداش روش نوشته زبرا. بچه‌ها اینا پروردگارای منن. اینا یه سر نازک دارن، یه سر کلفتم دارن. یه تایم آخره دانشگاه ابسس شده بودم با کالکت کردن اینا و فکر می‌کردم که 20 تان و فکر می‌کردم که 20 تا رنگ داره و خب گرونم بود اون موقع. این مثلا سال فکر کنم سال 401 2 اینا 120 100 و اینا بود. الان نمیدونم چنده ولی خب مثلا واسه بچه دانشجو سخت بود خب بخرم اینا رو دیگه. سختم نبود، چرا انقدر مثلا عجیب غریب رفتار میکنم، ولی خب گرون بود نمی‌تونستم همین 20 تاشو بخرم. هر 3 4 تاشو می‌خریدم. بعد یکی از دوستام واسه تولدم فکر کنم 5 رنگشو خرید یا 6 رنگشو خرید. بعد که دیگه نزدیک بودم به 20 تاش فهمیدم که 20 تا نیست و مثلا نزدیک 40 50 تا رنگه. و بعد دیدم که 20 تاش هم بسته به نظرم. اینا چند تا از رنگای مثلا کاربردی ترش برای سر کار، یه اتود جوجویی و 2 تا هم باز خودکاری زبرا. من زبرا بیاد اسپانسرم بشه یعنی چی؟ یه کتاب. من بعضی موقع که با مترو برمیگردم، حالا بعضی موقع پادکست گوش میدم و اینا، ولی بیشتر وقتا برای اینکه مثلا من طولانیه ترجیح هم کتاب خوندنه. این کتابه اونقدرش هم نخوندم هنوز چون خیلی وقتی که سر کار نرفتم و این چند وقتم که هوا اینجور شده با اسنپ برگشتم. یه گوشی برای اینکه آنتنت نپره یهو رندوملی و ارتباطت با جهان قطع بشه. مقدار زیادی شارژر. کیف پول قرمز و زرشکی، چه عجیب. رندوملی توی کیفم یه کیف دیگه دارم به خاطر اینکه خب این توت بک ها عین خورجین میمونه و نمیتونی همه چیزای خرت و پرتتو بریزی و اون زیر پیداش کنی. و هم برای چیزای ریز و اینا یه کیف دیگه هم دارم که بریم ببینیم که چی از توش. حجم زیادی دستمال برای خانم حساسیتی، آینه، خودتون رو ببینید. مقدار زیادی پروداکت لب. من خیلی فن بالم لبم و همین الان از این پروداکت ها 3 تاش بالم لبه. من این بالم لب بیرنگ دافیه، خیلی هم خوشبو هم واقعا خیلی نرمه ولی بیرنگه. بالمای چیز دیپ سنسه که خیلی بده بچه ها. نبینین که تهشو در آوردم، واقعا وقت نمی‌کردم برم بخرم. بعد انقدر نکنید اصلا پکیجینگ افتضاح. بعد اینجاش کوی چیز نوشته بود رفته جنس بد. مثلا جنس خود اصلا پکیجینگ به کنار، جنس خود این لیپ بالم این شم میمونه، یعنی قشنگ میزنی آلردی شم. دوستم هی خودشو کشت که یه برند جدید اومده که اسمش ویتیوه و هی از چیزش تعریف کرد و هی از بافتش تعریف کرد. من چند جا دنبالش بودم چون خیلی کمه، اصلا کادرم عوض شد ولی اوکی اینا رو میبینید. فعلا خیلی تازه کم پیدا میشه توی مغازه ها. بچه ها هم بوی خیلی خوبی داره، همین که رنگش واقعا خوبه و هم جنس خیلی خوبی داره و هم پکیجینگ رو نگاه کن. آلردی حالا فوکوس بکنی آلردی رژ لبه. من لیپ گلاس هم خیلی دوست دارم. لیپ گلاس تموم شده ولی من ولش نمی کنم. اینم دوستش ندارم زیاد، صرفا هست. یه دونم رژ، یه باکس دوباره قرمز برای قرصای رژیمم که اگه دلم خواست دوباره رژیمو شروع کنم نگم قرصام نیست و هر لحظه بتونم قرصام رو
بخورم به رژیمم آغاز کنم. کرم، اگه شما منو بشناسید و با من از نزدیک مراوده داشته باشید میدونین که من یه همیشه دارم بالم لب میزنم، یه همیشه دارم کرم میزنم. کرمم بیول میگرفتم، بیولای تویوپی یکم کمه، نمیدونم چرا نیست، و هم من اینو گرفتم. بد نیست، بوش خیلی توماچه ولی حالا یعنی نرم میکنه دستو. قرص یه عطر کوچیک که خیلی خوشبو هم هست. یکی از دوستام رفته بود یه سالن آرایشی و یه بون داده بودن بهش. این بونه که اگه خیلی رندوملی داشتم از اون سالن آرایشی رد میشم سریع برم و از این بون استفاده بکنم دیگه. همین و همین. آره تموم شد. خلاصه این بود از محتویات کیفم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به نظر خودم جالبه چون من خودم خوشم میاد که ببینم که بقیه تو کیفشون چی میذارن. سعی میکنم بازم موضوع پیدا کنم و دوباره بیفتم رو روند هر هفته ویدیو، چون الان فکر کنم از آخرین ویدیویی که گذاشتم 2 هفته است که میگذره. اگه اینو الان آپلود کنم برای فردا فکر کنم بتونم بذارمش، یا حالا اگه اینترنت یاری کنه امشب میذارمش. خیلی من عاشق حرف زدنم، خیلی دلم میخواد که یه ویدیو Q&A داشته باشیم، سوال و جواب. ولی خب من پیج اینستاگرام خیلی بزرگی ندارم. همه کسی هم که فالو میکنن یا فالوشون میکنم و میشناسم یه جوری و آدمای غریبه‌ای آنچنان نیستن. اگر که کسی اینجا داره ویدیوهای منو میبینه که منو نمیشناسه و نمیدونه من کیم، درس چی خوندم یا کلا چیزی دلش میخواد بدونه، من پیج اینستاگراممو اینجا میذارم. بیاید چیکار کنید؟ بیاید اگه سوالی داشتید ازم بپرسید. یا خب اینطوری که نمیشه، من باید یه دونه کوئسچن باکس بذارم. من وقتی این ویدیو رو آپلود کردم و یه ویو خوبی نسبتا خورد، فهمیدم که مثلا بیشتر مخاطبایی که ویدیوامو میبینن ویدیوامو دیدن، میام یه دونه کوئسچن باکس میذارم تو اینستا، شما سوالاتون ازم بپرسید. آقا تهش هم کوئسچن باکس میذارم و خودم سوال مینویسم دیگه. به دوستان میگم که سوال بنویسن. این داستانا باعث شد که یکی هم از اون شروع حال و روند کاری سابقمون بیفتیم. هممون هیچکی دیگه اونقدر حال و حوصله نداره، ولی احساس میکنم که باید یه جوری واقعا خودمون مجبور کنیم به این کارا، خودمون رو مجبور کنیم دوباره بیفتیم رو روند و امیدوارم که فقط خیر و خوبی برامون اتفاق بیفته، که به آرزوی منم نیست، واقعا فقط برامون خیر و خوبی اتفاق میفته. ولی همین. خیلی خوشحالم که دیدین، مرسی که دیدین. امیدوارم بهتر بشم، صدام این شکلی نباشه تو ویدیوهای دیگه. مرسی که نگاه کردین.